دو افسر پلیس وارد یک خونه میشن. همه جا ساکته، اما وقتی به اتاق نشیمن میرسن نفسشون بند میاد. 4 جسد روی زمین افتاده، پدر، مادر و 2 بچه، و روی میز یک پاکت با خطی درشت و ترسناک روش نوشته شده BTK. هیچ کس اون لحظه نمیدونست این 3 حرف قرار سالها بعد به یکی از مخوفترین قاتلان زنجیره‌ای تاریخ آمریکا گره بخوره. من وحیدم و اینجا صدای شبه. امشب قراره یکی از مخوفترین پرونده های جنایی آمریکا رو براتون تعریف کنم. پرونده‌ای که سالها پلیس رو درگیر خودش کرد. قاتلی که اسم خودش رو BTK گذاشته بود. حواستون باشه، از اینجا به بعد هر کلمه این که میشنوید کاملا واقعیه. تا آخر این داستان همراه من بمونید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و نظرتون رو برام کامنت کنید. در نگاه اول دنیس لین ریدر فردی عادی و نمونه ای از یک شهروند محترم آمریکایی بود. مردی آرام، خانواده دوست، با 2 فرزند و 1 همسر. او در کلیسای محلیش به عنوان رئیس شورا فعالیت می‌کرد و در یک شرکت امنیتی مشغول به کار بود. اما در پشت این نقاب خوش اخلاقی و آرامش یک هیولایی تمام عیار پنهان شده بود. یک قاتل زنجیره‌ای که در تاریخ جنایی آمریکا با نام BTK شناخته می‌شد. دنیس در 9 مارس 1945 در پیترزبورگ متولد شد. او یکی از 4 پسر خانواده بود. به گفته خودش، پدر و مادرش که هر 2 ساعت طولانی کار می‌کردند، توجه کمی به فرزندانشان در خانه داشتند و او احساس می‌کرد که به خصوص از سوی مادرش نادیده گرفته میشه. این احساس طرد شدگی و آزردگی درونی پایه‌های یک شخصیت بیمارگونه را در او بنا نهاد. از دوران جوانی، ریدر خیالات سادیستی جنسی درباره شکنجه زنان داشت. او برای ارضای این امیال رفتارهای انحرافی مختلفی را از خود نشان میداد. حیوان آزاری یکی از اولین نشانه‌های انحراف او بود. او حیوانات کوچک را شکنجه میداد، میکشت و به دار میآویخت. فتیش‌های جنسی او به اینجا ختم نمیشد. ریدر وقت خود را با دزدیدن لباس‌های زیر زنانه از همسایگان و جاسوسی از آنها می‌گذراند. سالها بعد پس از شروع قتل‌ها او با پوشیدن لباس‌ها و ماسک‌های زنانه از خود عکس می‌گرفت و اعتراف کرد که هدفش از این کار خیال پردازی جنسی و بازی کردن نقش قربانیان زن بوده. با این حال ریدر به طرز ماهرانه‌ای توانست این انحرافات را از دید جامعه پنهان کند. در ظاهر او یک فرد عادی و مؤدب بود. پس از دبیرستان در دانشگاه کانزاس تحصیل کرد، اما به دلیل نمرات متوسط پس از 1 سال آن را رها کرد. او بین سالهای 1966 تا 1970 در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرد. پس از سرخیز به پارک سیتی نقل مکان کرد. در آنجا در بخش گوشت یک سوپرمارکت کار می‌کرد، جایی که مادرش نیز در آنجا کتابدار بود. در 22 می 1971 دنیس ریدر با پاولا دیتز ازدواج کرد و آنها صاحب 2 فرزند به نام‌های کری و برایان شدند. ریدر به تحصیل ادامه داد و در سال 1979 نیز با مدرک لیسانس از دانشگاه ایالتی ویچیتا فارغ التحصیل شد. او از سال 1974 تا 1988 در دفتر خدمات امنیتی در ویچیتا مشغول به کار بود. شغل او نصب دزدگیر بود و به طرز عجیبی او به صاحبخانه‌ها درباره حمله افراد مهاجم و متجاوز هشدار میداد. این مرد 2 چهره حتی به عضویت کلیسای مسیحی لوتری درآمد و به عنوان رئیس شورای کلیسا انتخاب شد. اما در واقعیت یک قاتل بی‌رحم بود که در حال آماده سازی خود برای جنایات بعدی بود. زندگی دوگانه دنیس ریدر در 15 ژانویه 1974 با اولین قتل‌هایش وارد مرحله جدیدی شد. او در این روز 4 نفر از اعضای خانواده اوترو را در ویچیتا به قتل رساند. جوزف 38 ساله، همسرش جولیا 33 ساله و 2 فرزندشان، جوزف جونیور 9 ساله و جوزفین 11 ساله.
در اکتبر همان سال ریدر اولین نامه خود را نوشت و آن را در یک کتاب مهندسی در کتابخانه عمومی ویچیتا پنهان کرد. در این نامه او جزئیات قتل خانواده اوترو را شرح داده بود. در اوایل سال 1978 او نامه دیگری را به ایستگاه تلویزیونی کیک در ویچیتا فرستاد و مسئولیت قتل خانواده اوترو، کاترین برایت، شرلی ویان و نانسی فاکس را بر عهده گرفت. او در این نامه نام‌های زیادی را برای خود پیشنهاد کرد، از جمله BTK. او خواستار توجه رسانه‌ها شد و با انتشار این نامه سرانجام مشخص شد که ویچیتا با یک قاتل زنجیره‌ای روبروست. ریدر حتی قصد کشتن دیگران را نیز داشت. آنا ویلیامز 63 ساله یکی از قربانیان مورد نظر او بود که در سال 1979 به دلیل اینکه خیلی دیرتر از حد انتظار به خانه برگشت از مرگ نجات یافت. ریدر در اعترافات خود توضیح داد که به ویلیامز وسواس زیادی پیدا کرده بود و وقتی او دیر کرد نگران شد و خانه را ترک کرد. یکی از عجیبترین و وحشتناکترین جنایات ریدر قتل ماراین هج 53 ساله در 27 آوریل 1985 بود. او جسد ماراین را 9 روز قبل از کشف به کلیسایی که خودش عضو شورای آن بود برده بود. در آنجا از بدن او در موقعیت‌های مختلف عکس گرفت. ریدر از قبل پلاستیک سیاه و سایر وسایل لازم برای قتل را در کلیسا آماده کرده بود و بعد از اتمام کار جسد را در یک جوی دور افتاده انداخت. او این طرح شوم را پروژه بیسکویت نامیده بود. در سال 1988 و پس از قتل 3 نفر از اعضای خانواده فیگر نامه‌ای دریافت شد که نویسنده آن ادعا کرده بود همان BTK است. اما ریدر تاکید کرده بود که این قتل‌ها کار او نبوده است، هرچند که کار قاتل را تحسین برانگیز خوانده بود. پس از دستگیری ریدر در سال 2005 مشخص نشد که فرستنده نامه او بوده است یا خیر. پلیس نیز قتل آن 3 نفر را به ریدر نسبت نداد. ریدر در دهه 80 و 90 2 زن دیگر را نیز تعقیب می‌کرد که علیه او شکایت کردند. حتی یکی از آنها مجبور به نقل مکان شد. آخرین قربانی او، دیویس، در 19 ژانویه 1991 به قتل رسید و جسد او در اوایل فوریه همان سال در پارک سیتی پیدا شد. پس از این قتل ریدر به مدت 1 دهه سکوت کرد و دیگر هیچ نامه ارسال نکرد. پس از 1 دهه سکوت، ریدر در سال 2004 دوباره نامه‌نگاری با رسانه‌های محلی را آغاز کرد. این بازگشت او منجر به دستگیریش در فوریه 2005 شد. مارس 2004 روزنامه عقاب ویچیتا نامه‌ای دریافت کرد. نویسنده نامه ادعا کرده بود که ویکی ویکرل را در 16 سپتامبر 1986 به قتل رسانده و عکس‌هایی از صحنه جنایت و کپی گواهینامه رانندگی مقتول را که در زمان قتل به سرقت رفته بود ضمیمه کرده بود. 9 ژوئن 2004 یک بسته پیدا شد که علامت ایدز روی آن چسبانده شده بود و حاوی توصیفات تصویری از قتل خانواده اوترو و طرحی با عنوان هیجان جنسی علامت من است بود. ژانویه 2004 نامه‌ای به شکاف در کتابخانه عمومی انداخته شد که در آن نویسنده به دروغ ادعا می‌کرد مسئول مرگ جیک آلن 19 ساله است که بعدها مشخص شد یک خودکشی بوده است. دسامبر 2004 پلیس بسته دیگری از ریدر دریافت کرد که در پارک پیدا شده بود. این بسته شامل گواهینامه رانندگی نانسی فاکس که در زمان قتل او به سرقت رفته بود و یک عروسک بود که به صورت نمادین دست و پایش بسته و کیسه پلاستیکی به دور سرش کشیده شده بود. ژانویه 2005 ریدر جعبه ای را روی یک وانت گذاشت که توسط راننده دور انداخته شد. ریدر در نامه بعدی خود درباره آن جعبه سوال کرد که منجر به بازیابی آن از زباله‌ها شد. تصاویر دوربین مداربسته نشان داد که یک جیپ سیاه رنگ بسته ای را در وانت قرار داده است. در فوریه 2005 ریدر در نامه‌های خود پرسید که آیا قرار دادن اطلاعات بر روی فلاپی دیسک و فرستادن آنها راهی امن و غیر قابل ردیابی است. پلیس در پاسخ از طریق روزنامه عقاب ویچیتا اعلام کرد که این راهی امن است. ریدر در دام افتاد.
در 16 فوریه 2005 ریدر یک فلاپی دیسک را به شبکه تلویزیونی در ویچیتا فرستاد. پلیس با ریکاوری اطلاعات دیسک و اسنادی دست یافت که مربوط به کلیسای مسیحی لوتری بود و با نوشته آخرین ویرایش توسط دنیس امضا شده بود. جستجوی اینترنتی نشان داد که دنیس ریدر رئیس شورای کلیسا است. همچنین مأموران با مراجعه به خانه ریدر با یک جیپ سیاه رنگ مشابه همان جیپی که در تصاویر مداربسته دیده بودند روبرو شدند. این مدارک قوی بودند، اما برای بازداشت او به شواهد محکمتری نیاز بود. پلیس با هوشمندی مدارک آزمایش پاپ اسمیر دختر دنیس ریدر را از یک کلینیک پیدا کرد و به وسیله آزمایش دی ان ای با شواهد پیدا شده از محل جنایات تطبیق دادند. نتایج نشان داد که دختر ریدر با قاتل نسبت فامیلی نزدیکی دارد و این شواهد باعث دستگیری دنیس ریدر شد. در 25 فوریه 2005 دنیس ریدر هنگام رانندگی در نزدیکی خانه‌اش در پارک سیتی دستگیر شد. با جستجوی خانه و اتومبیل او تجهیزات رایانه‌ای و یک جفت جوراب شلواری توقیف شد. کلیسای او، دفتر کارش و کتابخانه پارک سیتی نیز مورد جستجو قرار گرفتند. صبح روز بعد رئیس پلیس ویچیتا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که قاتل معروف به BTK دستگیر شده است. در 26 ژانویه 2005 همسرش پائولا دیتز درخواست طلاق فوری داد و از او جدا شد. رابرت مندوزا، روانشناس اهل ماساچوست، توسط وکلای مدافع ریدر استخدام شد تا ارزیابی روانشناختی انجام دهد و امکان دفاع بر مبنای جنون را بررسی کند. مندوزا پس از اعتراف ریدر به گناهکاری در 27 ژوئن 2005 مصاحبه‌ای با او انجام داد. او ریدر را مبتلا به اختلالات شخصیت از جمله خودشیفتگی، وسواسی جبری و ضد اجتماعی تشخیص داد. مندوزا مشاهده کرد که ریدر حس بزرگمنشی دارد، خود را خاص می‌داند و معتقد است سزاوار رفتار ویژه است. او نیاز بیمارگونه به توجه و تحسین دارد. دنیس لین ریدر، این قاتل دوچهره، اکنون دوران حبس خود را در زندان الدورادو در کانزاس می‌گذراند. پرونده او یکی از تاریک‌ترین صفحات تاریخ جنایی آمریکا است که چگونه یک فرد عادی می‌تواند در پشت چهره‌ای محترم و مقبول یک هیولای پنهان باشد. اینجا صدای شبه، جایی که تاریکی واقعی‌تر از اونه که فکر می‌کنیم. اگه از داستان‌های واقعی و ترسناک لذت می‌بری، سابسکرایب کن، لایک یادت نره و حتما نظرتو برام بنویس.